салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. ин қисми ду болои боме ки ман барои шумо нишон дода будам, ин бино аст. биное ки зиёда аз 100 сол шуда гуфта будам. ҳамин қисми як гуфта барои шумо нишон дода будам. акнун меравем барои қисми дуюм. хуб, рафтем дӯстон. даруни бино ина резинкор оварда мондаги. ин аҳволи бино. бино ки қадар калон аст, лифтшон вой мағд кардам ки калон. даруни бино як бор бинед. ина бинои қадима устуноша бинед. این مترالای بالای بوم. یک قسم اصولا رو در اینجا جمع کردم موندگی. این 4 etaج بود. این خیلی مبرای بالای بوم. بچه های میبینیم که بچه ها چیکار کرده ایستن. یه بار دیگه سلام برادر عزیز، دوستان گرامی. قسم یکمی بالای بوم هم بینایی که من بنوار گرفته بودم برای شما کمی معلومات دادم. سیستمی کاری بالای بوم نشان دادیم و این کاری که گرفتگی بود یک برادری خودمان است، بسیار برادری مهربان نزدیک و ما از رفتی همین کار رفتیم نوار برداری کردیم. یک چیز اساسی که من باید برای شما بگم، وقتی شما امریکا میبینید البته جوی بیگانه است، زبان نمیدونید، سرتون گرنگ است، گو کار گفتنتون در کار چیکار کردن همه نمیدوند. یکی از کارهایی که پولش نغز است این بالای بوم است، چون کارش وزمین است. به کدام خاطر؟ به خاطری در زمستان خنکی خنک، در تابستان گرمی گرم، یعنی پرصبری در کار است. گمان میکنم که نفرایی که در روسیه کار کردن الکی از این کارها نمیترسند و برای آنها این یک کاری آسان هم شاید باشد. خب در مورد پولش چه خیلی است؟ شما وقتی اومدید کاری استارت شما، آغاز کار شما، اگر شما خواستید که بالای بوم روید کار کنید از 150 سر می شود. این وابسته به کمپانی است که شما کجا میخواهید. اگر روسو خطی کار کنید ما میدونیم که همین استارت از 150، بعد یک کار میکنید کارتون رو میبینن که بسیار بچه چقان است، یعنی گو کار تیزی بود میگیره 170 می شود، 2 ماه 3 ماه میگذارد 200 می شود. اگر همه کار از عهده‌اش که بر اومدید کمی متخصص شدید الکی 250 که برای شما خونه نکرد، شما میتونید که آینده کمپانی خودتون شوید. کمپانی که شدید بریگاد تشکیل میکنید، 3-4 نفر میگیرید، همین روسایی که کمپانیشون کلان است زیاد کار میگن، همینو میتونید که شما کار گیرید، کارتون پیش برید، یعنی که از 250 هم زیاد پول کار کردن میتونید. امکانیت همیشه هست در امریکا، کار زیاد، فقط تنبلی نکردن کار و خدا کند که در امریکا کسل نشوید، چون استراحت قیمت است، درد سری زیادی می شود
برای همین آرزوی هم اونو میکنیم که مهاجرایی که در کجای نباشند همیشه سلامتی در جای اول میستد. خدا نگهبان همه شما باشد، سلامت باشد و هیچگاه کسل نشوید، غم و درد نبینید و پدر و مادر زنگ زنید. خدا نگهبان با ما باشد. ما حتما بازنوارهای دیگری که ثبت کردیم برای شما پیشنهاد میکنیم و اگر یگان خواهش و درخواستی باشد که ما درباره مثلا خود امریکا است یا کاری دیگر است نویسید در کامنت. ما حتما برای شما در آینده به نهار میگیریم، نشان میدیم.